کشوری که امروز به نام افغانستان میشناسید در قدیم آریانا یعنی سرزمین آریایی ها نام داشته و دارای یک گذشته رنگین و بسیار پرفراز و نشیب بوده که قدامت تاریخ تمدن آن بر اساس کاوش‌های باستانشناسی به بیش از 3000 سال قبل از میلاد یا 5000 سال قبل از امروز میرسد. جالبه بدونید که ما در دنیا 2 کتاب معتبر علم باستانشناسی داریم که بیش از 5000 سال قدمت دارند. یکی به نام آوستا و دیگری به نام ریگودا. تاریخ باستان کشورهای مختلف رو ثبت کرده و جغرافیای همه کشورهای قدیمی در اون خطکشی شده و مشخص شده و در سازمان ملل هم این 2 کتاب مورد استفاده قرار میگیره. یعنی شما با رجوع به این 2 کتاب سر از تاریخچه واقعی کشورها در میارید. این 2 کتاب به واقع حفاظت کننده تاریخ و جغرافیای کشورهای به خصوص